به نام خداوند جان و خرد. درود گرم جوشان ما را بپذیرید همزبانان همزمان دور و نزدیک، هواداران کلام ناب فارسی دری تاجیکی. اکنون آمدیم به گفتار 68 شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی، داستان پژوهش کردن موبدان از زال. بخواند آن زمان زال را شهریار، کزو خواست کردن سخن خواستگار. نشستند بیدار دل بخردان، همان زال با نامور موبدان. بدان تا بپرسند از او چند چیز، سخنهای بنهفته در پرده نیز. بپرسید از زال زر موبده، از این تیز هوش راه بین بخرده. که دیدم 12 درختی سهی، که رست است شاداب با فرهی. از آن برزده هر یک شاخسی، نگردد کم و بیش در پارسی. دیگر موبده گفت ای سرفراز، 2 اسپی گرانمایه تیز تاز. یکی زان به کردار دریای کار، یکی چون بلور سپید آبدار. بجنبند و هر دو شتابندند، همان یکدیگر را نیابندند. 3 دیگر چنین گفت که آن 30 سوار، کجا برگذشتند بر شهریار. یکی کم شود راست چون بنگری، همه 30 بود باز چون بشمری. 4 چنین گفت کان مرغزار، که بینی پر از سبزه و جویبار. یکی مرد با تیز داس بزرگ، سوی مرغزار اندر آید سترگ. همه تر و خشکش به هم بد رود، اگر لابه سازی سخن نشنود. دیگر گفت کان سرکشیده 2 سر، ز دریای با موج برسان غرب. یکی مرغ دارد بر ایشان کنام، نشیمش به شام آن بود این به بام. از این چون بپرد شود برگ خشک، بر آن بر نشیند دهد بوی مشک. از آن 2 همیشه یکی آبدار، یکی پژمریده شده سوگوار. بپرسید دیگر که بر کوهسار، یکی شارسان یافتند استوار. خردمند مردم از آن شارسان، گزیده به هامون یکی خارسان. بناها کشیدند سر تا به ماه، پرستنده گشتند و هم پیشگاه. از آن شارسانشان به دل نگذرد، کس از یاد کردن سخن نشمرد. یکی بومهن خیزد از ناگهان، بر و بومشان پاک گردد نهان. بدان شارسانشان نیاز آورد، هم اندیشگان دراز آورد. به پرده در است این سخنها بجوی، به پیش ردان آشکارا بگوی. گر این رازها آشکارا کنی، ز خاک سیه مشک سارا کنی.